هدیه آورد سوی ما یار رسول، دین را چون ماه تابان در هلول. آری آن ناجی از جنس بشر، آن راد مردی که نامش بود عمر. کتاب تاریخ بشر در صحیفه های خود بر هزاران بلکه میلیون ها مردان گذر کرد، ولی برای ذکر نام جاویدان اسامه ابن زید رضی الله عنهما لحظه توقف نموده به او صحیفه تازه بخشید که نقش آن تا هنوز چشمرس و نظرربا است. عمر ابن خطاب رضی الله عنه در ایام خلافتش به اسامه ابن زید از پسرش دیده مالی بیشتر جدا نمود. پسر او عبدالله رضی الله عنه از این کار پدرش تعجب نموده پرسید: ای پدر، برای اسامه ابن زید 4000 و برای من 30,000 مبلغ مال دادی، حالا آنکه خدمتهای پدر اسامه از خدمتهای پدر من بیشتر نیست و اسامه نیز از من بیشتر خدمت نکرده است. عمر ابن خطاب رضی الله عنه در جواب فرزندش فرمودند: هیهات، در حقیقت پدر اسامه در نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسبت به پدر تو و اسامه نسبت به تو محبوب ترند. با شنیدن این پاسخ عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما به نصیبه‌اش راضی گردید.